سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و بینندگان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های ارضی و سماوی و نعمت‌های خوب و رایگانش. و بعداً در این فرصت کوتاه میخواهم درباره اولین بار عشق رحمان چگونه آشکار، یعنی کفر، یا اینکه بگیم که صراحتاً اعلان کرد کافر بدنش به مردم تاجیکستان و آن هم در بین مردم. یعنی چگونه؟ خب شاید بعضی ها بدونین، بعضی ها شنیدگین یا اینکه دیدگین، اولین مراتبه عشق رحمانی در سال 2007 در یک جلسه در تشکیل کردن یا اینکه تشکیل شدنی یک کمیته به نام کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها در بین همو افرادی که ایرا گوش میکنن یا که اعضای حکومتن، کارگرای دولتن، گفت که اگر آیت های قرآن، احادیث های پیامبر به دولتداری ما خطر ایجاد کنند، ما از آنها دست کشیده به منفعت دولت و حکومت افضلیت میدهیم. این گپ‌های امام علی شیطان در وقتی قبول کردن همو کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها. در اینجا یادآوری هم از کمیته دین بکنم که خب رئیس قبلیش خالق زاده بود، رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. او هم یک تا جایی که از سخن‌ها و یعنی افکار و عقیدهش معلومات دارم، او حقوق شناس بوده، رئیس کمیته دینش موندن. خب بعداً همو عقیده‌ای که همه امام علی داره، نظر بدبینی به اسلام، او هم همه عقیده را داره. خالق زاده سابق رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خب دوم، یعنی فعلا او از 2011 که وقتی ای کلی سلیمان آوردن موندن، رئیسی یعنی فعلی حاضره در کمیته دین، تنظیم و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سلیمان دولت، یک کلی بدبخت شیطانی به ناموس دیگر فعالیت داره. خب در این باره انشالله صحبتی داریم، یعنی الهیده، یعنی رئیس همه کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها هم دخواینه و در وقت همه قانون همه کمیته را تشکیل کردن و همه قانون های با گفتی چون که برای فایده مردم های، اما در اصل به ضرر مردم های، همه ابلیس، همه امام علی شیطان همه گپا را گفته بود. خب نگاه کنید، گپایی که امام علی گفت با ادبیه بعضی‌ها شاید نفهمید. اگر به یک لفظ ساده خوب بگیم، همه آیات قرآن، یعنی آیات های قرآن میگه، یعنی گپای خداونده، و حدیث های پیامبر میگه خیلی سخنهای رسول خدا محمد مصطفی، آخرین پیامبر در روی زمین بود، همه پیامبر ما و شما. انا میگه که گپای خدا و رسول یک طرف میمونم، اگر که در حکومت ما میگه خطر ایجاد کنه. خطر میدونین چی میشه؟ یعنی که یک دهشت، یک ترس، یک وایمه، ضرر باشه در حکومت ما، در قانون ما، او را یک طرف میمونیم، گپی خودمونه، قانونی خودمونه بالاتر ایو میمونیم با لفظی کوچگی، یعنی او طرف بستن. یک چیز دیگه هم هست که وقتی فطر روزه میشه کو نمیگه که به او طرف مونیم فطر روزه را که ای شریعت، ای گپای رسول خدا، ای روی اسلام، ای قانون اسلام، میوره در بر بالا میمونش. اهمیت دادین برای فطر روزه را گرفتن برای پول، یا اینکه در وقتی زکات گیری میروه طرف عربستان در گدایی میروه، در وقت نمیگه که این قانونی ضرر یا یک خطر داره به حکومت ما. در این وقتا نمیگه این گپا را برای سوم، مال، خیریه و صدقات تمام میگه این قانون را ما قبول داریم، ما مسلمان میگه. وقتی که درباره نگاه کنیم بعد از زمین گپی بگیم کفری آشکار و اون در بین مردم، اولین کفری امام علی انمی 2007 بود که آشکار، یعنی بگیم جنگ شه،
اعلان کرد در بین مردم. بعد از او چی کردن؟ اولین کاری کردن آواز اذان من کردن. دوم در دانشگاه ها سطر خطی نموندن دخترها را، یعنی خطر ایجاد کرده که سوره آیات های سوره نیسا نور خطر ایجاد کرده حکومت دولتداری در قانون ابلیس. بعد از او با تا زیر 18 را به مسجد رفتن من کردن. هم خیلی رفتن گرفتن تا امروز دیدین که دیگه ای خیلی کفر و ای خیلی بگیم سخنای زشت یا که دشمنیش به اسلام دیگه آشکار چندین ویدیوها داره دیگه. هم اورا ان شاء الله وقتش خطی برای شما با روشن‌تر میگیم. خب در اینجا فقط هم یک کفری آشکار و اون هم اولین کفرش بود که سال 2007 در بین مردم در جلسه ای که قانون جشن تنظیم عنعنه و مراسم ها را همین کمیته را تشکیل کردنش بود. خب یک سوال دیگه به ذهن شخصا بنده میره که چرا از سال 92 وقتی رهبر بود، یعنی هم میدونستش که یا شنیدگیم توضیح را میگیم که ای اول کافر بود، ای اول دشمن خدا و ای همی چوجه کمونیست بود، چی با اول نگفت و اومد در 2007 همی گفت گفت، یعنی آشکارتر خچه دشمن خدا و رسول و یعنی دشمن دین اسلام گرفت یا که اعلان کرد. این نگاه ما شخصا یعنی همین سوال یعنی جوابش این نگاه ما همیه که تا 2007 همون نفرایی که در زیر یا که در اطرافی بدن ای ایو میترسید، یعنی در زیر دستی و خدمت میکرد یا که اطاعت میکرد ورا یا که زندان کرد یا که کشت یا که زهر داد یا که به هر حال ترکی کشور کردن که ای برامه دیگه خچه همون میگن که مرغی که ایمو قفسش یا که ایمو لونش آزادتر دیگراش در قفسن میبره وقتش آزاد ایست میکنه، فکر میکنه تمام دنیا یا که همو آزادی در دست خدمت دیگه ایش که آزاد نیست رنگی ما. ای هم همین خیلی کرد وقتی دید که تمام همو گیرا قماندانا یا که همو لیدرها را کشت، برامد آشکار چکو کرد دشمنیش به مردم یا که به کلی همو مسلمانای تاجیکستان اعلان کرد و تا امروز دیدیم که ما ضررش چشیده استیم، دیده استیم ضررش. یک پیشنهاد آمد دارم که وقتی همین گپای کفر میزنه همین امام علی ابلیس ای بین همون جلسهش یک نفر پیدا نمیشه که بگه که اخت فرزند مسلمانی، اگر تو فرزند مسلمان نباشی یا تو مسلمان نباشی ما مسلمانیم، تا حق نداری گپا بگوی اون هم در پیش ما در روبروی ما آشکار. ولی شاید بعضیا بگن که او پرزیدنت ای کی حق داره در پیش او خیلی گپا را بزنن، میترسن و میبره سوچون میکنن میشکنشون ای وظیفه میگیرشون. چندین ویدیو هست در همین روی دنیا در امو پارلمانای در هر یک دولتی که بخشش پارلمان داره چندین ویدیو در اینترنت هست دیدگی اینکه هیچ خیلی دیکتاتورا میزنن در وقتی پارلمان دمو وکیلایی که یکی گپشون میگیره زگون گپ بیزه میزنن پست بلند یا که جورج بوش دیدگی نه نوارشه چه بعد امو توفلش میزننش همیرن میبرومدین یا توفش میکردین در بلوش همین ابلیسه یا که با امو توفلیاتون میزدینش یا یک روچکه خطی میزدیش یک باناموس یا که یک مسلمانی ایروستید میبرومدی همیره یک نظری اسلامی و یعنی مسلمانی و ایمان تا اشکار میکردی به همو اطرافت یا که به در پیش خداوند بگذار اون نفرایی که در اطرافن و هم رنگی تا شاید ترسانچک و به اور به ناموس باشن اما خداوند همه ما شما را میبینه. در هر حالت باید ما چیکار کنیم؟ اطاعت ای خداوند کنیم دیگه. نگیم این آیتش خطر داره و حدیثش خطر داره ایش ضرر داره اوش ضرر داره، فقط همین خیر صدقات برای ما فایده داره تمام. خب بنابراین ما برای شما گفتیم کسایی که شاید نمیدونید تا امروزه بدونید که اولین کفر اولین بگیم بدبختی امام علی در سال 2007 آشکار در بین مردم انا میبود که گفت که ما نمیگذاریم آیات خداوند یعنی سوره آیات قرآن و حدیث های پیامبر اگر با ضرری یعنی ما باشه در قانون ما ضرر داشته باشه نمیگذاریم که او پیاده شوند یعنی عملی شوند و تا امروز ضررش باز تکرار میکنیم که چشیده استیم. اگر سیرش نگیریم چشیده میریم تو اینکه غرق میشیم در گمراهی غرق میشیم. این بود یک صحبتی کوتاه درباره کفر و
دشمنی ابلیسی امام علی. خداوند ما و شما را هدایت کنه و ایمان ایروستی و مسلمانی صادق بگردانه و ما علینا الا البلاغ المبین.